آقا ما بالا فکتوری بودیم داریم ببینید واقعا خیلی حس خوبی داره آقا. تماشا میکنی دو اسکواد دارن با هم دیگه دعوا میکنن، یعنی فایت میدن. نگاه کن دو به تک یارو مونده ببین چیکار میکنه. اون کسکشو میزنه، حالا این یکی میاد این کونی میزنتش. واقعا مفبریش کردم، ولی خب این چیزی از قدرتش کم نمیکنه. اصلا من نمیدونم اون یارو کی بود. آقا اینو نگاه کن، یارو اون که ناک بوده رو هی ریف میده میاد لب زونه این ناک میشه. کی رو تو شانس. البته اون بعد اینو میگفته، ولی خب نگاه کن دوباره ناک میشه. الان بلندش کنه دوباره ناک شد. خدا ریدی، ولی جون سالم به در میبره. واقعا شانس خیلی خوبی داشت. بعد دیگه دورزنم نداشتیم بزنیم بهش. آقا اینجا من داشتم مینه سنجیدم دیگه چی ببینم اینجا میتونیم زونگیری کنیم که دیدم نه نمیشه. آقا وصلم صرف با ذکر الله اکبر میریم تو کارش. ببینید دو ویکتور کردم و من جنگی بیمه آقا، من خطری بیمه. میرم اینجا یه دونه از این کسشیرا میندازم تو کونش. میکوزگش چه نمرد. خیلی خب اینو ولش میکنیم. حالا میام سراغ دختره رو میکشیم. اینم میکشیم و آره دیگه تا ویدیوهای دیگر بدرود.